خب دوباره سلام میکنم. قراره در مورد شیگرایی این جلسه صحبت کنیم که شیگرایی داخل برنامه‌نویسی چی هستش و اه، بعدش در نهایت میرسیم به مفاهیم سادهش و اینها و به ساده ترین روش تا پیچیده ترین روش قراره شیگرایی رو یاد بگیریم. بعد از اون هم ما میریم سراغ حالا حمل تمرین های مختلف در این زمینه. ما تا الان یه حدوداً 10 جلسه برگزار شده و الان جلسه 11 میشه، چون از صفر شروع کردیم داخل اسم کلاس ها رو. الان جلسه 10. یه سری دونیت هایی هم شده بود توی این مسیر، حدوداً 3 میلیون تومان و من اومدم حدوداً 4 تومن هزینه کردم و به این بچه های دوره‌ای که به همدیگه کمک میکردن، تمرین‌ها رو حل میکردن، جزوه حل میکردن، جزوه می نوشتن، در واقع یه هدیه رو دادیم، نفری $10 بهشون دادیم و باز هم دوباره از این کارها میکنه. اگر خواستین تو این زمینه به من یه کمکی کنین که بتونم به این افراد هدیه بدم، میتونین از این دونیت استفاده کنین. حالا توی کافیته لینکش هم اون پایین ویدیو هست و میان اینجا قهوه هدیه میدیم و ما هم میتونیم به بقیه هدیه بدیم که انگیزهشون تو این زمینه بیشتر بشه. یعنی که خودتون نیاز به انگیزه دارین، تمرین‌ها رو که حل میکنیم ما هم ازتون حمایت میکنیم. گروه پرسش و پاسخ هم هست، همیشه فعال باشین بچه. تمرینایی که بهتون میدیم رو حتما حل کنین که خیلی مهمه حل تمرین. بریم سراغ بحث شیگرایی. توی بحث شیگرایی که بخوایم وارد بشیم، ببینید توی جهانی که وجود داره، هر شخصی که هست که والدی داره. یعنی مثلا یه شمایی که هستین یه پدر مادری دارید و از اونها یه سری چیزهایی رو به ارث بردین، حالا چه از اخلاقیات باشه، خصوصیات ظاهری باشه و اونها هم یه چیزی از اون افراد بالاترشون به ارث بردن. مفهوم شیگرایی داخل پایتون همینه و اصولا پایتون یه زبان برنامه‌نویسی که میگن هر چیزی داخلش یه شیئی هستش و اون شی رو ما به در واقع ترجمه نادرست آبجکت قرار دیگه ما همه چیز رو در شیگرایی که میگیم در واقع آبجکت منظورمونه. اون مفهومی هم که مثلا میگن اینترنت اشیا، در واقع اینترنت اشیا نیست، اینترنت چیزها هستش. این چیزه بیشتر میخوره تا شی، چون ممکنه هر چیزی شی نباشه ولی باز دوباره شامل اون اینترنت حالا اشیاء بشه. اینجا OOP یعنی Object Oriented Programming همون بحث شیگرایی داخل برنامه نویسی هستش که حالا میخوایم در موردش صحبت کنیم. به مفهوم خیلی ساده بخوایم در موردش صحبت کنیم، کلاسه دیگه. ما می‌اومدیم تا حالا فانکشن تعریف می‌کردیم، الان یه ساختارهایی به این شکل داریم که بهش میگن کلاس. من اون سمت ببینم که همه چیز اوکی. آره خب من یه چند لحظه این رو از این سمت میرورینگ رو خاموش میکنم. خب اوکی، رکوردینگ و اینا فعال. خب در بحث شیگرایی رو حالا میخوایم بریم مثال بزنیم واسهش. ببینید ما قبلا میمدیم سر فانکشن تعریف میکردیم. مثلا اینجا من بخوام ورود کنم، یه دونه ست بکسی که اینجا داشتیم رو همیشه میاریمش و شروع میکنیم روش توضیح دادن. پایین رو تمیز کنیم و یه ذره فونت رو درشتر. خب ببینید ما قبلا مثلا یه دونه فانکشن میمدیم تعریف میکردیم، مثلا فانکشن ساب، و میگفتیم که این یه ورودی مثلا A داریم، یه ورودی B داریم و قراره مثلا این ساب بیاد چیکار کنه، مثلا A رو به علاوه B کنه، که مثلا ما میمدیم برای استفاده ازش
حالا مثلا اینجا اد بنویسیم شاید بهتر باشه. برای استفاده ازش میگفتیم آقا این فانکشن اد و صدا میزنیم، حالا مثلا شماره 1 و 2 رو میگیم که با هم جمع کنیم و موقعی که ما این رو رام میکردیم اینجا خروجی عدد، یه ذره باز اینو بزرگتر کنم، اینم اینجا. خب اینجا میومد 1 رو به علاوه 2 میکرد. خب یه بعضی وقتا هست ما یه سری فانکشن هایی داریم که پشت سر هم هستن و اینا به هم مرتبطن. مثلا ما در مورد یه دایره میخوایم صحبت کنیم، در مورد یه ماشین میخوایم صحبت کنیم، در مورد یه کتاب میخوایم صحبت کنیم که مجموعه فانکشن هایی هست که مرتبط به همون کتاب است. اینجا یا ما میتونیم به تعداد زیادی فانکشن تعریف کنیم، این فانکشن ها رو داخل فایل های خاصی بذاریم، مثلا یه فایل book.py بذاریم و در مورد اون کتاب فانکشن ها بریزیم اونجا. این یه روشه. یه روش هم این که بیایم از کلاس استفاده کنیم، بریم یه کلاسی رو بسازیم که مثلا کلاس بوک باشه و بعد اونجا در مورد اون کتابه بیایم صحبت کنیم. حالا کتابه مثلا چه ویژگی هایی داره، رایترش کیه و اینها. پس دو روشش میشه، یا ما میتونیم کلا از چگرایی و کلاس و فلان و اینها استفاده نکنیم، یا اینکه بکنیم. دو تا سبک زندگی مختلفه که بعضیا میان فانکشنال کار میکنن، یعنی همین فانکشنایی که اینجوری تعریف میکنیم اینها، یا بعضیا میگن که نه، ما اگر همه چیز رو بیایم با کلاس بنویسیم یه ساختار مرتب‌تری داریم. اما موقعی که کلاس استفاده میکنیم ساختار مرتب‌تر میشه، اما ممکنه یه ذره ساختارمون پیچیده‌تر هم به نظر بیاد بعضی وقتا. حالا برای تعریف کلاس ما خیلی ساده می‌نویسیم کلاس و حالا مثلا اسم کلاس رو، مثلا من اسم کلاسم رو میذارم my class. اولین نکته در مورد اسم کلاس ها، ما قبلا اگر میخواستیم یه فانکشنی بنویسیم مثلا مینوشتم def مثلا my underscore function. خب الان برای تعریف کلاس من اسم رو باید اینجوری انتخاب کنم. این بایده توی ساختار تمیز نوشتنش، تمیز خوندنش، ساختار کلین کدش توصیه میکنن که به این ساختار هست بنویسید اسم کلاس رو. اول هر کلمه‌ای که برای اسم کلاس دارین تعریف میکنین با حروف بزرگ بشه. مثلا مای اسم یک کلمه است و حرف اولش ام بزرگ می‌نویسم، کلاس هم حرف اولش سی بزرگ می‌نویسم. مثلا مای بوک هم بخوام بنویسم می‌نویسم مای بوک. خب اما چیزی که اینجا مطرحه اینه که من میتونم به هر روشی بیام اسم کلاسم رو تعریف کنم، اما اینجوری توصیه میشه. مثلا اسم فانکشنم توصیه میکردن که به این شکل باشه، ولی من میتونم اسم فانکشنم رو بنویسم یا علی، محمد، جعفر، قاسم. حالا اسپیس و اینا رو نمیتونم داخلش بذارم، خطا میده، ولی خب اینجوری هم میتونم بنویسم. همون گفته بودیم یه مفاهیم معناداری که به این شکل خاص مثلا بنویسیم مای فانک مثلا اینجوری تعریفش میکنم. اینم ساختار تعریف کلاس هم. هر مورد خیلی خاصی خواستین به من بگین توی کلاس میتونید توی گروه ها منو تگ کنین، صفحه رو جابجا میکنین، پیکسل پیکسل میشه صفحه من. نه اوکی. توی گروه تگم کنید سید آندرسکور دو رو که جوابتون رو بده. حالا بعضی وقتا یا فرصت کن. خب بریم سراغ مثال زدن در مورد کلاس ها. چند نفر الان بچه آنلاین؟ 71 نفر، بیشتر آنلاین میشین. خب ببینید من الان کلاسم رو تعریف کردم و میتونم یه جایی مثلا ازش استفاده کنم. مثلا یه پرینت می و بعد میام مینویسم my class و بعد کالش میکنم. همین. کلاسم هیچ نوع ورودی نداره و من اگر کدم رو ران کنم میبینم که اومده نوشته که
main نقطه my class object add فلان چیز. این در واقع یه آبجکتی از کلاس من ساخته شده و اینجا من پرینتش کردم. من اینجا میتونم اسم کلاس رو هم این شکلی بنویسم. اینجا نوشته کلاس، دیگه آبجکت نیست. چرا؟ این وقتی من این رو این شکلی پرانتز رو باز و بسته میکنم، دیگه یه دونه آبجکت از کلاس هم ساختم. مثلا اگه کلاس مثلا میخوام اینجا تعریف کنم، مثلا یه وریبل تعریف میکنم my class و اینجا my class رو بهش میدم. این my class رو من دیگه میتونم جای مختلف استفاده کنم، از توابع مثلا my class باشه، مثلا تابعش یه تونه فانکشن داره به نام add که این میاد اولین ورودی یه دونه فانکشن در کلاس. در ابتدا اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، یه سلف هست که شامل ویژگی های این کلاس هست. حالا بعدا انواع توابع رو داخلش تعریف میکنیم، اما این سلف باید بیاد. اگر دکوراتور خاصی چیزی بالای این اد نذاریم که بعدا در مورد انواع دکوراتور هم صحبت میکنیم، این سلف باید اولین عنصرش بیاد. میتونم اسمش یه چیز دیگه بذارم، ولی خب معروفه که باید این رو باید به حرف سلف بنویسیم. می نویسم سلف، بعد ورودی های بعدی آ و بیه. حالا من میخوام بگم که داخل این ساختار مای کلاسم، چون من فانکشن مای کلاس رو یه اینستنس ازش ساختم، حالا میام فانکشن اد رو با یه نقطه میزنم نقطه، بعد اسم فانکشنش رو صدا میزنم، می‌نویسم نقطه اد بعد یک و دو چیزا پاک میکنم. خب الان چه اتفاقی میفته؟ من اگر فانکشن ران کنم فایلم رو، میبینم که عدد 3 پرینت شده. من اومدم اینجا یه دونه آبجکت از مای کلاس ساختم و بعد این عدد رو صدا زدم. آیا من میتونستم بنویسم خب مای کلاس بعد نقطه اد فلان؟ آیا من میتونستم چه این کار رو انجام بدم؟ الان در موردش صحبت. ببین فایلی که ران میکنم میگه که یه دونه میسینگ داره، یه دونه ریکوایرمنت شما وارد نکردی که مقدار بی رو داره به من میگه. چرا؟ چون اینجا این اولین ورودی رو سلف میشناسه، دومی رو A، سومی رو B. اگر من یه دونه آبجکت از مای کلاس بسازم با باز کردن بس کردن یه پرانتز، دیگه اون سلف خودش داخل کلاس چی ساخته میشه و این ساخته میشه خود کلاس بهش میده و مقدار آبی که من بهش میدم. اینجوری من اومدم فانکشن اد مای کلاس رو صدا زدم. به این شکل ما یه دونه آبجکت از کلاس ساختیم و بعد اومدیم فانکشنش رو صدا زدیم. هنوز به مفاهیم ارث‌بری داخل کلاس نرسیدیم. ما صرفا اومدیم تعریف کردیم که این اد میتونه این کار رو انجام بده. حالا من میخوام بگم که آقا این آ و بی که اینجا تعریف کردم نمیخوام داخل فانکشن اد باشه، میخوام داخل خود این کلاسه بنویسم 1 و 2 و بعد اگه اد رو کال کنم اون خودش بیا جواب آ و بی رو مثلا برای من بنویسه. برای اینکه من فانکشنم یه ورودی داشته باشه کلاسم، میام از فانکشن اینیت استفاده میکنم، تعریف میکنم def underscore init، دو تا آندرسکور دیگه، و بعد ورودیامو تعریف میکنم. باز اول عنصرش سلفه و بعد مثلا آبی که میخواستم تعریف کنم. حالا میخوام مقادیر رو داخلش مشخص کنم. میگم که اگر ورودی فانکشن مثلا یه آی داد، بیا داخل خود کلاسه، خب به شاخصه های این کلاس بیا مقدار یه وریبلی تعریف کن، اسمشو بذار A، مثلا اسمشو میتونم بذارم محمدام، خب هیچ فرقی برای من نداره، ولی من الان میخوام اسمشو بذارم صرفا A. ورودیشو چی بذارم؟ ورودی من مقدار ورودی اولین که دادم اسمشم A، بذارم A. دومی اصلا میتونم بذارم صرف مثلا دات بی 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 فلان ام بعد مساوی با B.
اما من دوست دارم دوتاشو بی بذارم. ورودیم بیه، اسم اینجا هم که بی نوشتم. حالا من اگر بخوام از این A داخل ایشون استفاده کنم، خب باید از سلف استفاده کنم. سلف A سلف دات B. دیگه این سلف مال کیه؟ مال اون آبجکتی است که از مای کلاس ساخته شده و اون مقدار رو معنی میده داخلش. میتونه جاهای مختلف معانی مختلفی داشته باشه که حالا مثال میزن. خب حالا چه اتفاقی میافته؟ اگر من بیام فایلم رو ران کنم، میگه که خب missing two requirements. اینجا یه مای کلاس نوشته بودم که تعریف نگه. خب خب فایلم رو ران میکنم، من ورودی کلاسم 1 و 2، بعد گفتم اینا رو با هم اد کن. چیکار کرده؟ من اگر بخوام اینجا باز چیز رو بنویسم، اسم کلاس رو مینویسم مای کلاس، بعد 1 و 2، بعد اینجا مینویسم مای نقطه اد. اینجا باز ران کنم دوباره همون مقدار 3 رو خواهم داشت. اگر من بیام مثلا یه دونه مای کلاس دیگه مثلا اینجا بگم خب یه عدد دیگه هم اینجا انجام بده اما با عدد مثلا 5 و 2، خب چه اتفاقی میفته؟ اینجا مقدارش میشه 7 چون 5 رو به علاوه 2 کرده. چه اتفاقی افتاده؟ من اینجا یه اینستنسی از تابع مای کلاس داشتم که مقدار آش 1 بود، مقدار بیش 2 بود. خب نه اگه به اینو اینجا هم تعریف کنم باز دوباره همون شکلی. و توی بعدی مقدار آ رو یه چیز دادم، مقدار بی رو یه چیز دیگه دادم. حتی میتونم اینجا بگم که آقا بیا مثلا یه عنصر سومی هم باشه، مثلا با عدد چند، مثلا با عدد 10 هم جمعشون کن داخل این یکی هم با عدد 11. بیام داخل این فانکشن اد بگم که آقا سی هم اینجا باشه، اینجا به علاوه یه مقدار سی دیگه، این سلف نداره که، ورودی فانکشن اده. خب این دوتا رو به مای کلاس میدادم، سی رو به اد دادم. حالا چه اتفاقی میفته؟ را میکنم 13 و 18، یعنی 1 به علاوه 2 به علاوه 10، 5 به علاوه 2 به علاوه 11. این هم شد ورودی یک کلاسی رو که من اگه بخوام تعریف کنم چه شکلی می نویسم داخلش. من میتونم یه دونه وریبل گلوبال هم داخل کلاس استفاده کنم که دیگه از سلف استفاده نکنم داخلش، ولی مقدارش رو میتونم داخل کلاس عوض کنم. اما مقدار اولیه‌ای که داخلش می نویسم، مثلا اینجا من می نویسم دی برابر با 5. خب اینجا من میتونم بگم به اینکه آقا به علاوه سی به علاوه چی؟ دی. خب حالا این دیه رو مستقیم نمیتونم به کار ببرم. چرا؟ چون من اومدم اینجا تعریفش کردم، الان میگه این دیه مال اده، مال این فانکشن اینیت هست که مثلا تعریف کردیم. مثلا این فانکشن اینیت باید همیشه همین باشه ها. یه سری فانکشن ها داخل کلاس های پایتونی هستن، دو تا آندرسکور این سمتشه، دو تا آندرسکور اون سمتشه. به اینا میگن ماجیک متد، متدهای جادویی که حالا یه سری کارهای خاص انجام میده. مثلا داخل اینیته ما میتونیم ورودی یه دونه کلاس داخلش تعریف کنیم. حالا برای اینکه من به این دیه دسترسی داشته باشم میگم آقا داخل مای کلاس نقطه دیه، تمام. الان راه میکنم مقدار دیه هم دیگه باشون جمع میکنه. حتی من میتونم اینجا پرینتی که انجام میدم مثلا پرینت مای کلاس دی به مقدار 5 برای من چی پرینت میکنه، چون یه وریبل گلوبال داخل کلاس. و میتونم خیلی چیزهای دیگه هم بدم. حتی میتونم بگم آقا این وریبل گلوبال من مثلا به این مقدار بهش اضافه کن، 6ش کن، 7ش کن، ولی مقدار اولی که داخلش تعریف کردم برابر با 5 قرارش دادم. اینم شد ساختار ایشون. حالا ما میخوایم بریم سراغ یه سری
قابلیت های دیگه از کلاس که ازشون نام ببریم. مثلا چی بگم من اینجا، بریم سراغ مفهوم ارث‌بری کردن. ببین ما داخل فانکشنی که تعریف می‌کردیم یه می‌نوشتیم define def بعد اسم فانکشن بعد پرانتز باز و بسط داشتیم. چرا اینجا بعدش دو نقطه است؟ چون که ما میتونیم اینجا هم یه چیزی بنویسیم، اما اینجا هر چیزی بنویسیم میشه ویژگی‌های والد این مای کلاس ما، این کلاس ما، که میتونه از یه اسم کلاس دیگه رو اینجا بنویسیم. حالا یه اسم یا 10 تا اسم، یعنی میتونه یه والد داشته باشه، میتونه 2 تا داشته باشه، میتونه 3 تا داشته باشه. گروپ شد. بگذاریم. ببینید اینجا من میام یک کلاس تعریف میکنم به نام کلاس بوک. خب این کلاس بوک چیها داره؟ مثلا یه دونه ورودی داره که تایتلش هست و آدرش هست که مثلا چیه. خب بعد دیگه مثلا اگر یه ماجیک متدی داریم ما به نام str. str میگه که اون جایی بود من اسم کلاس رو نوشتم و این نوشته بود که main dot مثلا بوک بعد آبجکت بعد یه کدی به من داده بود. موقع پرینتش دیگه اون چیز مسخره رو برای من نمیاره. من میتونم بگم که آقا اگه پرینت شد اسم این کلاسه بیاید اسم درست حسابی بهش بده. خب مثلا فلان مقدار رو برای من پرینت کن. حالا در ادامه توضیح میدم. این استیار رو گفتم چی؟ گفتم بیا آقا سلف تایتل رو بنویس بعد بنویس بای و این آدرش. حالا یه کتاب مثلا میتونه دیگه چه ویژگی های دیگه داشته باشه؟ مثلا آقا یه بوش مثلا یه ریپر هم نمیخوام، مثلا پیجشو نه، یه مثال بزنیم. یه کتاب میتونه چه ویژگی داشته باشه؟ مثلا ما میخوایم بگیم که آقا تعداد صفحات یک کتاب دیفالتش رو مثلا میگیم آقا پیج، مثلا میگیم که و تعداد صفحاتش هم به ما بگو. خب اینجا هم می‌نویسیم پیج، اینجا هم که پیج. ورودی مشه تایتل و آدر و پیج. بعد مثلا این فانکشن هم مثلا میذارم که آقا پرینت کن اینفوی کتابم رو که میاد در مورد تایتلش فلانش این بهمان و اینا صحبت میکنه. اما من میخوام این کلاس رو حالا صداش بزنم. میگم که اسم کتاب میشه وار اند چی؟ تلفظ رو نمیدونم یه اشتباه نگم. جنگ و صلح. War and Peace. War and Peace. خب بعد از لو تولستوی و سال تعداد صفحاتش هم 1225 صفحه است. اگر من این بی وان پرینت رو انجام بدم، از یه وریبل تعریف کردم به مقدار کتاب رو براش نوشتم. اگه اینو پرینت کنم میاد چیکار میکنه؟ پایتون مین مشخصاتش می‌نویسه آقا وار اند پیس بای لو تولستوی 1225 تا پیج داره. اگه خود بیوان رو صدا بزنم چی میشه؟ بیوان می‌نویسه وار اند پیس بای لو تولستوی. این دقیقا چیه؟ همین فانکشن استیاره. اگه من اینو دیزیبلش کنم یه چیزی اینجوری مسخره و تحویل من میده که میگه آقا یه آبجکتی از بوک ساخته شده، مثلا این نم آدرسشه داخل رمتون. من اینو میذارم. حتی یه سری حالا ماجیک متدهای دیگه هست که در ادامه میگم. حالا بخوام مفهوم ارث‌بری اشاره کنم. رمان به انگلیسی میشه چی؟ رمان نوول. خب اینجا Novel. نوول. خب من میخوام مفهوم یه کلاس بسازم به اسم نوول. خب
که این میشه رمان. رمانه باز یه کتاب دیگه، یعنی یه عنوان داره، یه دونه نویسنده داره و همچنین تعداد صفحاتش رو و همچنین ما میتونیم پرینتینگ فو اینا انجام بدیم در موردش. خب من اول این نوله رو مینویسم. ببینید نوله از کی درس برای کرد؟ از بوک. دمشم گرم. اگه من بیام بنویسم که مثلا یه دونه عنوان مثلا حالا تعریف کنم اسم وریبلم باشه و این نوول و آدر و فلان و بهمان و این پرینتش رو انجام بدم، چه اتفاقی میفته؟ قشنگ اینجا تایتل رو نوشته آقا بای آدر بعد ساتا پیج. اینجا هیچ فانکشنی واسهش ننوشتم هیچ چیزی ننوشتم، ولی تمام خصوصیات، یعنی هم این پرینتینگ فو رو داره، هم این استیاره رو داره، هم این انیتر رو داره. چرا؟ چون این فرزند بوکه و دیگه همه مشخصاتش رو داره. اما من میتونم ویژگی‌هاش رو عوض کنم. یعنی این حالا مثلا شما به عنوان یه فرزند میتونین برین حالا یه بچه خلفی بشین، برین بهتر بشین، ویژگی‌های پدر مادرتون رو خفن‌تر انجام بدین، یا میتونین بدتر باشین، یا میتونین حتی تغییر کنین مثلش نباشه. مثلا من میخوام بگم که آقا درسته من از بوکرز برای میکنم، خب ولی دیگه نگه بنویس مثلا به این شکل پرینتینگ فور رو انجام بده، بیا به این شکلی که میگم مثلا دف پرینتینگ فور، بعد چیکار کن؟ ها ببین اینجا یه فانکشنی داریم سوپر، فکر بد نکن. این سوپره میاد چیکار میکنه؟ از همون ویژگی والده میاد استفاده میکنه و پرینتینگ فور رو صدا میزنه. اما من میگم نه، نمیخوام اینجوری کار کنم. میخوام بگم که آقا پرینت انجام بده، بعد اونجا مثلا به چه شکل بود؟ میگفت که آقا به این شکله. خب اما من میخوام بگم که آقا پیجش رو بیار اول، بعدش بنویس که مثلا اینجوری، بعد اسم تایتل رو داخل این شکلی بذار، بعد بای رو هم مثلا یه دونه فلش این شکلی کن. اگه ران کنم دیگه میاد این شکل واسه من مینویسش. فانکشن پرینتینگ فو داخل والد بوک بود، اما اینجا اومد نوعش عوض شد، چون من گفتم داخل این کلاس هم دوست دارم به این شکل پیاده سازیش کنم. پس اینم میبینیم که میتونیم ویژگی های والد رو ما عوض بکنیم. حالا من یه فانکشن میخوام که مثلا این پرانتز اون ته رو نذارم. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوام بگم که حتی اینا رو داخل ویژگی های مثلا والد میخوام بذارم. توی والد اگر من گفتم دف تایتل، خب و بیا مثلا پرینت مثلا ریترن کن سلف تایتلم رو، اما یه دونه ادساین اینجا میذارم و می‌نویسم پراپرتی. فانکشن تایتل رو من به عنوان یه پراپرتی میخوام. پراپرتی رو حالا توضیح میدم در ادامه که چی هستش، اما من به عنوان یه پراپرتی میخوام. اگه حالا من بیام بنویسم که آقا پرینت کن واسه من انوانو دات تایتل، چرا تایتل میتونم؟ مگه فانکشن نیست؟ چرا از اینا نذارم؟ نه، چون ما گفتیم این فانکشن یه پراپرتیه، میتونم به این شکل صداش بزنم که الان اینجا میگه نمیتونی از این اسم استفاده کنی. من اینجا میرسم که آقا مثلا اتریبیوت تایتل مثلا اسم فانکشنش میزنم. اگه اینو پرینت کنم اینجا ببینم که تایتل هم پرینت شده. تایتل هم مثلا میذارم سید. خب اتریبیوت تایتل رو صدا زدم و اینجا من به عنوان یه پراپرتی از ایشون چی استفاده کردم، از این فانکشنه دیگه. نمیخواد کالش کنم، پرانتز و اینا واسش بذارم، مستقیم آقا می‌نویسم اسمش رو می‌نویسم. ولی ورودی دیگه نمیتونم به یه پراپرتی بدم، پراپرتی ورودی نداره. آقا صداش بزن دیگه محمد میگه بله. خب تا اینجا اگه سوالی داریم بپرسین. ادساین هم به ادساینت یه دکوریتوره. بچه دکوریتورها
چیزایی هستن که سر کلاس ها یا سر فانکشن ها میان و یه خصوصیاتی رو بهشون میدن. خب میگی که اگر این فانکشنه مثلا ران شد، تو بیا این کارا رو انجام بده، بعد بیا این شکلی فانکشن رو صدا بزن یا اینطوری چیزش کن. ما بعدا میخونیم که چجوری خودمون دکوریتور تعریف کنیم. اما اگه یه ادساین بذارم و بعدش مثلا اسم دکوریتورمو بنویسم، میتونم برای سر یه کلاسی بذارمش. مثلا اینجا اومده کلاس من رو، فانکشن من تبدیل به یه پراپرتی کرده، اما بعدا میتونم یه دونه چیز بزنم که یه سری شرط روش اعمال کن. اگر شامل فلان چیز بود به این کار رو انجام بده. اگر فلان مثلا احراز هویت کرده بود، بیا مثلا این فانکشن رو اجازه بده رام بشه. خب بنام دکوریتور خیلی قابلیت خفن و خوشگل مشکلی داره که دکوریتورها خودشون یه فانکشنن که حالا دو تا فانکشن تو همن و این هاست که بعداً بیشتر در موردش اشاره خواهیم کرد. خب سوال داریم بپرسیم. سلف گفتیم دیگه. مثلا من میخوام اینجا داخل پرینت اینفو خب بیام بگم که آقا سلف دیگه، این تایتل هست دیگه، سلف ایشو. خب من اگر بیام اینجا بنویسم که عنوان پرینت اینفو، چون خودش پرینت داره دیگه، این پرینتر رو نمی‌ذارم. پرینت اینفو، ببین این کارشو انجام میده. من دیگه نگفتم بذار پرینت اینفو، اینم عوض کرده بود. پس خب ببین این کارشو انجام داد. خب ببینی که اینجا نوشته سید بای آدر بعد صد فلان تا پیج. من داخل سلف دیگه نیومدم تایتل رو صدا بزنم، اومدم اون فانکشن پراپرتیه رو مثلا صدا زدم. حتی میتونم یه فانکشن دیگه رو صدا بزنم، مثلا این فانکشنی که یه کاری رو انجام میده. مثلا بگم آقا این فانکشن رو صدا بزن، بیا مثلا دو تا مقدار A و B رو با هم جمع کن. از سلف استفاده میکنم که بیان این سلف اون فانکشن رو صدا بزنه و اون فانکشن هم الان حواسش به این باشه که من تایتلم چیه، من پیجم چیه، من فلانم چیه. خب و این کارا رو انجام میده. مثلا من اگر اینجا بنویسم که پرینت تایتل، حالا پراپرتی هم نباش، خب و اینجا بنویسم که پرینت تایتل، بعد یه دونه مثلا میذارم دف پرینت آدر، بعد اینجا مثلا می‌نویسم آقا تایتل ایشون، اینجا هم می‌نویسم که آدر ایشونه، بعد مثلا یه دونه دف پرینت پیجم میذارم که بگم ایشونه. خب حالا میام داخل پرینت اینفو میذارم سلف دات پرینت تایتل پرینت آدر و پرینت پیج. خب داخل این پرینت اینفو اونا رو صدا میزنم. حالا اگه فانکشنم رو فایلم رو ران کنم میگم که اول اومده اون فانکشن رو ران کرد، بعد اون رو ران کرد و اون رو ران کرد و ویژگی ورودی بهش ندادم و از همون ویژگی هایی که کلاسمون داشته استفاده کرد و دیگه تایتل رو داشته، آدر رو داشته، پیج رو زده. حالا من اگه بخوام بگم که آقا مثلا یه دونه فانکشن داشته باشم که هیچ ربطی به مثلا این محتوای خود کلاسه نداره، جمعی میخواد انجام بده، یه کار چرت و پرتی انجام بده، مثلا چی بگم، حتی مثلا میتونم اینجا یا اد فانکشن اد بنویسم. خب اد پیج هم نه، بعد یه اد بنویسم. این اد چیکار کنه؟ مثلا بگه که خب یه دونه نامبر بگیره، خب بعد این نامبره رو بیاد پرینت کنه، نامو به علاوه مثلا 10 کنه. خب اما دیگه سلف رو نخواهد داشت.
برای اینکه سلف رو نداشته باشه میگم آقا این استاتیک متد باشه. خب دو تا نام هم، مثلا نام 1 و نام 2 رو بهش میدم. اینجا هم می‌نویسم نام 1 به علاوه نام 2. حالا من داخل پرینت اینفو میتونم فانکشنش رو صدا بزنم، اد رو بنویسم و بعد 10 و 20 رو بهش میدم. دیگه سلف رو نداره، دیگه این دسترسی به تایتل و پیج و این صحبت ها رو نداره، ولی میتونم با سلف صداش بزنم. میتونم حتی از بیرون از این فانکشن هم، بیرون از این کلاس هم، بدون اینکه آبجکتی از کلاس بسازم، استاتیک متد ها رو صدا بزنم. گفتم آقا این متد از نوع استاتیک متده، قرار نیست ویژگی های کلاس رو به ارث ببره و دسترسی بهشون داشته باشه. یه نوع دیگه هم داریم کلاس متد، حالا بعدا باش کار میکنه. اما اگه من الان اینجا چیزو بنویسم، این فایل رو رانش کنم، میگم که اونجا 10 رو علاوه 20 کرده شده 30. اما من میتونم بیام بگم که آقا این کارو که انجام داده ایول دمت کرد، بیا مثلا بوک رو بنویس دات اد، بعد اینجا مقدار 20 و 30 هم حالا جمع کیوک پایتون مین پای. میبینی که 20 و 30 رو اونجا ما هم جمع کرد، اما هیچ آبجکتی از بوک نساختم، چون اد نیاز نداره که ما مثل اون قبلا که اون فانکشنر صدا زده ارور داده بود سلف رو داشت. خب ما اینجا دیگه نیاز به سلف نداریم، پس تونستیم مستقیم چیزشو صدا بزنیم. پس اینجا مفهوم ارث‌بری هم دیدیم. خب این باز رمانه باز میتونه از یه چیز دیگه هم مثلا ارث‌بری کنه، مثلا هر چیزی ارث‌بری کنه می‌نویسیم، بعد ویژگی ها و فانکشن هایی که داخل اون هم تعریف شده هم اینجا میاد و میتونیم ازش استفاده کنیم. خب حالا اینجا چند تا مثال هم زده بودیم، گفتیم که مثلا این شکلی اومده، این فکر کنم وسیله نقلیه میشه. آره وسیله نقلیه تعریف کرده، گفته اسمش اینه، مکس اسپیدش اینه، و بعد اینجا یه اومده تعریف کرده پلونیمو گفته و چقدر سرعت داره. بعد اومده اینجا فانکشن در واقع پراپرتی ماجیک متد اد رو استفاده کرده که حالا در موردش صحبت میکنه. اینجا هم در مورد بوک گفتیم، اینجا رمان که از بوک ارث کرد و آکادمیک بوک که دوباره اومده از این چیزها رو استفاده کرد. ببینید ما مثلا فانکشن اینیت چیز رو استفاده کرده، تمام ویژگی های بوک ها اینجا آورده. خب بعد یه دونه فیلد هم خودش توش داشته اضافه کنه، اومده از سوپر استفاده کرده، اینیت رو به کار برد، همه اونا رو تعریف کرده، بعد اومده سلف فیلد رو نوشته و برابر با فیلد قرار داره. اینجوری هم اینها رو تعریف کرده، هم خودش یه فیلد جدید مثلا اینجا پروتاگونایز فلان بهمان اضافه کرده، اینجا این سلف فیلد رو اضافه کرده، یعنی یه ویژگی هایی به ورودی آکادمیک بوک اضافه کرده و اینجا تونسته حالا ازشون فیلدش رو بنویسه. مثلا اینجا فیلد فیزیکس بوده اضافه کرده و تونسته داخل فانکشناش ازش استفاده کنه. خب بریم سراغ مثال های بیشتر. ببینید من اگر یه کلاس مای کلاس وان داشته باشم و ایشون یه مقدار ایکس و وای رو داشته باشه و دف بستیار رو داشته باشه و دف آندرسکون اد داشته باشه
آده رو یه صحبت رو خب ما کلاس یک و دو. خب یک و سه چهار دو چهار شش درست. خب ببینید اینجا چه اتفاقی افتاده، من توضیحی در موردش بدم. یه دونه مای کلاس وان نوشتیم اسم کلاسمون. ورودی های مای کلاس وان رو گفتیم یه مقدار x و یه مقدار y و اینها رو اومدیم داخل سلف هم تعریف کردیم. گفتیم هر جا اگر سلف x نوشتیم مقدار x رو بهش بده، هر جا سلف y بود مقدار y رو بهش بده. داخل پرینت این کلاس هم، یعنی اگر یه آبجکتی هست که ما کلاس وان داشته باشم و بخوام آبجکت رو پرینتش کنم به این شکل بنویس my class وان مساوی است با دو نقطه بعد x مساوی با سلف x y مساوی است با سلف y. خب بعد اینجا یه دونه ماجیک متد اد استفاده کردم و مقدار آدر بهش دادم. توی مقدار ماجیک متد ها، ماجیک متد اد، من میتونم مثلا بگم که آقا اگر این آبجکت کلاس با یه آبجکت کلاس دیگه یا با یه عدد دیگه یا هر چیز دیگه جمع شد بیا این کار رو واسه من انجام بده. اینجا چه اتفاق افتاد؟ میگه مای کلاس تعریفی هم یه عاده. تو مای کلاس من x هم یکه وای هم دوه، تو آدر x هم 3 وای هم 4. حالا گفتم آبجکت مای کلاس به علاوه آبجکت آدر با هم جمع بشن، این فانکشن اده اینجا صدا زده میشه. چه اتفاقی افتاده؟ اومده یه مای کلاس رو مثلا ساخته، ساختارشو یا آبجکت اصلا جدید اومده ساخته، گفته مقدار سلف ایکس رو به علاوه اون جدیده که داری بخواش جمع میکنی رو، یعنی سمت راستیشو، آدر x به علاوه سلف y به علاوه آدر y. حالا چی شده؟ من که اومدم پرینت کردم این x با این x جمع شده، این x هم با این x جمع شده، یعنی 1 با 3 2 با 4 و در خروجی من میبینم که x مساویش با 4 شده و y مساوی با 6 شده. اینجا من نمیتونم مثلا این عدد رو بنویسم، مثلا 10 بنویسم. چرا؟ چون پرینتش میکنم به خطا میخورم. میگه که تو آدرت چیز نداره، هیچ مقدار مثلا x و y نداره. اگر من اینو پاک کنم اینم پاک کنم، خب چون اینستنسی از یک کلاس دیگه نیست که مثلا آدرم x و y داشته باشه، آدرم یه عدده. من میگم اگر آبجکت مای کلاس من خب بیاد به علاوه یه عددی بشه، این فانکشن عده من صدا زده میشه. از چی؟ از مای کلاسه، از اونی که اوله. خب مای کلاسه میاد این فانکشن عدش صدا میشه زده میشه چون یه به علاوه بعدش اومده. سمت راستش چیه؟ سمت راستش مقدار آدر میخوره. مثلا آدر رو اسمشو میذارم محمد. اگر اینجا این محمد اینجا تعریف کنم، میاد سلف ایکس رو به علاوه MMD میکنه، سلف وایر هم به علاوه MMD میکنه. حالا من گفتم که بیا آقای مایکل یه دونه آبجکت بنویس. خب حتی میتونم آقا آبجکت ننویس، خب بیا پرینت کن. چی کن؟ پرینت کن سلف ایکس رو به علاوه محمد و سلف وای رو هم به علاوه و حتی ریزالت رو نذارم، بگیم آقا یه چیزی به علاوه یه چیز دیگه شده. چه اتفاقی میفته؟ 11 و 12 رو بنویسه. حتی این ریزالت رو اینجا تعریف نمیکنه. ببینید چون به علاوه اینجا نوشتم
میاد این کار رو انجام میده، مقدار سمت راستش رو میده به این آبجکته. حتی این آبجکته میتونه این شکلی باشه و مثلا این 5 بشه، این مثلا 20 بشه. خب این چه باحاله. و این مقدار مقدار 15 چی بوده؟ 5 بوده که به علاوه 10 شده. مقدار 30 هم 20 بوده که به علاوه 10 شده. شد داستان این کار بردن ماجیک متد ها و این صحبت ها. حتی من میتونم یه ماجیک متد دیگه اینجا بنویسم، مثلا دف ماندرسکور بنویسین. حالا مقادیر مختلفی که اینجا وجود داره، مثلا آقا اگر دل به کار برده شد مثلا چه اتفاقی بیفته. خب مثلا فلان چیز اتفاق شد، مثلا EQ بود، بیا مثلا این کار رو انجام بده. EQ چیکار میکنه؟ میاد آقا دو تا مقدار رو با هم برابره قرار میده. مثال های بیشتر ماجیک متد ها رو میذارم تو جلسه بعدی. الان هر سوالی در مورد خود کلاسه اگر دارین بپرسین تا بعدش جلسه رو تمام کنیم که یه سری مثال ها و اینا هم ببریم. سوالی داریم بپرسیم. این چیزایی که اینجا داره کمک میکنن کم رنگی و اینها، یه پوش مصنوعی که روی چیز من نصب شده. مثلا اگه explain رو بزنم میاد میگه که این سمت چپش میاد توضیح میده که این متد اده برای چیه و کارا رو داره انجام میده. بعد حتی بگم مثلا داک استرینگ واسش بنویس، میاد توضیحاتی واسش مینویسه و make add given value to boost x and y attribution for my class و فلان. بعد پارامتر محمده که اینیته و ریترنش هم نانه. شکلی این شسمی از این کمک هم میکنه. یا بعضی وقتا اتو کامپلیت کمک میکنه به من، هر چیزی که حدس میزنه من الان میخوام بنویسم رو مینویسه واسه من. خب من تا همینجا اینو میذارم. یه سری تمرین ها حالا طراحی میکنم بهتون میگم که انجام بدین. حتما انجام بدین بچه که بلد نیستن. و بعدش هم تو جلسه بعد تمرین رو میم حل میکنیم و یه مقدار از این شیگرهای بیشتر استفاده میکنیم و اینا. بعدش هم ماجیک متد ها رو ازشون استفاده خواهیم کرد و دیگه همینا. من جلسه رو تمام میکنم. اگر خواستین حمایت کنین به بچهای دیگه از طریق همین هدیه‌هایی که شما دونیت میکنین به بچه ها هدیه میدیم، مثل الانی که بودن 60 خورده دلار بهشون کمک کردیم. اگر مایل بودین تو کافیته که لینکشون پایین گذاشته شده توی آپارات زیر ویدیو سمت چپ میتونین برین حمایت مالی کنین از بچه های دوره که یه نفر حمایت کرده 60,000 تومان زده. دمتون گرم، مرسی. شب و روزگار خوش. یوتیوب ما رو حتما فالو کنید که ویدیو رو اگر داخل یوتیوب میبینید و ویدیو رو سعی کنید داخل یوتیوب ببینید، دانلودشون نکنید و اینا. خلاصه لذت ببرین. فعلا شبتون بخیر بشه.